منصبداران بلندپایه تاجیکستان میگویند که 94% یا 928 کیلومتر از 987 کیلومتر طول مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه مشخص کرده شده. مذاکره ها برای تامین و علامتگذاری قسمت های باقی مانده ادامه دارد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان روز 29 ایول سال 2024 در نشست خبریش به دلیل به گفته او پیش نآمدن نوفهمی از رویه جزئیات مذاکرات مرزی و اینکه آیا کدام قسمت های مرز تشخیص نشده باقی مانده است خودداری کرد، ولی گفت مذاکرات فعالانه ادامه دارد. گروه های توپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان در 6 ماه اول سال 2024 12 بار ملاقات کردند. پیشروی چشمرس حاصل شد. در این مدت 82 از 13 کیلومتر خط سرحد معین کرده شد. خبر داد عارف خواجه‌زاده. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده خبر داد که دوره نوبتی مذاکرات مرزی از 11 تا 17 اوگوست سال 2024 در شهر بادکن قرقیزستان دایر خواهد شد. او خوشبینانه گفت که میشه بسیار فعال است. خدا خواهد ماه‌های نزدیک سندها به امضا رسانیده میشوند و مرز بین دو کشور باز خواهد شد. در همین حال عارف خواجه‌زاده اعتراف کرد که روند مذاکرات خالی از مشکل نیست. بعضی از منطقه‌های بحثناک هستند که درباره آنها گفت و شنید ادامه دارد. در حالی که منصبداران بلندپایه از گفتن جزئیات خودداری میکنند، منابع آگاه از جریان مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان میگویند 58 کیلومتر باقی مانده مرز این دو کشور مشکل ترین قطعه این مرز از همه پرمشکل و نزاع برانگیز در آسیای مرکزی است و جانب‌ها به این دلیل در طول قریب 4 ماه اخیر در مذاکرات مرزی دیگر یگان قدم پیش رفته نتوانستند. آنها یادآور شدند که 928 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان هنوز در اولهای بهار سال جاری معین شده بود و بعد آن با وجود برگزاری چندین دوره مذاکره ها که هر کدامش تا یک هفته دوام میکند، دوشنبه و بشکک دیگر درباره پیشرفت در مسئله تعیین و علامتگذاری مرزهایشان یگان خبر ندادند. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 و در بین چندین ماه اول دو جانب توانستند بیش از 230 کیلومتر قطعه بحثی مرزیشان را مشخص کنند. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 270 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا یک سال پیش تنها چیز بیشتر از 600 کیلومترش تعیین و علامتگذاری شده بود. در قطعه بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. این مناقشه بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف میشوند. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته و بیش از 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.